خب سلام میکنم به شما دوستان، انشالله که روز خوبی داشته باشیم. میخوام داخل این نمودار امروز یک روش آموزشی بهتون بگم که اندازه میتونم بگم یه پکیج 20 الی 30 میلیونی هزینه صرفیدنشه. ما هیچ وقت حالا تو آموزش هایی که تو فضای مجازیه عمق این مسئله رو نمیان جا بندازن یا من و شما بتونیم درک کنیم. بالفرض مثلا میگن که اینجا یک ناحیه حمایتی هست که با شکستنش وارد معامله میشیم. خب چرا؟ این عمق نمودار رو هیچ وقت برای من و شما توضیح نمیدن. ما یه سبک آموزشی داریم یا یه پرایس اکشنی داریم به اسم RTM یا از واژه read the market میاد، یعنی بازار رو بخوان یا این نمودار رو بخوان. مثل حالت این میمونه که پله به پله بخوایم یه متنی رو کلمه به کلمه بخونیم تا بشه جمله. بیشتر این واژه متن میشه. خب این سبک پرایس اکشن RTM هم یکی از سبکای بسیار سختی هست که باید اصول و مبنا اول بلد باشیم بعدش واردش بشیم. خب من یه توضیحی میدم. فرض کنین اصلا ما این سوده رو پاک میکنیم، معامله‌ای که مال دیروز بوده پاکش میکنیم، امروز البته به حد سود خورده من پاکش میکنم. فکر میکنیم این قسمت نمودار که شکسته اصلا اتفاق نیفتاده. خب من این ناحیه حمایتی بازم بیشتر پاک میکنم، اصلا فرض میکنیم اینجای نموداریم، درسته؟ خب بریم حالا با هم تحلیل میکنیم. میگم من به عنوان یک تریدر اومدم این کندل سبز قوی که به یه ناحیه مقاومتی برخورد میکنه و با کندل قرمز ریجکت میشه، یعنی بر میگرده، تشخیص میدم یعنی اینجا یک ناحیه مقاومتیه و فروشنده ها اینجا وارد عمل شدن. حالا یه نکته، من ناحیه حمایتی رو از کجا پیدا میکنم؟ از کندل قرمزی که بعدش سبزه. میتونین روش پیدا کردن اوردر بلاک ها رو سرچ کنین براتون میاره. این یه اوردر بلاک سعودی یا یه ناحیه حمایتی هست، از قبل مشخص میکنم. خب میبینیم که ابتدای شکلگیری این مقاومت و حمایت قدرت دست خریداره. من میخوام پله به پله یا همون RTM برای شما تحلیل کنم، ببینین از کجا به کجا میرسم. خب قدرت ابتدا دست خریدارا هست، خب که فروشنده وارد عمل میشه. میبینیم که قیمت وقتی میخواد بریزه چقدر طول میکشه. اگر اینجا با 2 کندل خریدار قیمت رو رسونده به سقف، وقتی فروشنده وارد عمل میشه میبینیم تا بخواد بیاد پایین بالفرض تا اینجا 11 ساعت طول کشیده تا حالا. خب میبینیم که فعلا قدرت دست خریداره. ما فروشنده اینجا نیستیم. وقتی میدونی شما قدرت دست خریداره چرا میخوای فروشنده باشی؟ صبر میکنیم. پس ما اینجا حق گرفتن فعلا پوزیشن سل یا فروش رو نداریم. پس به خاطر اینه که میگن خلاف جهت این 2 تا کندل معامله نکن. حالا به عمق درک رسیدی؟ حالا بریم ادامه بدیم. خب میبینیم که قیمت به این ناحیه حمایتی میرسه. کندلی که کلیدی هست به نظر شما در تایم 15 دقیقه کدوم احسن؟ این کندل. میبینیم که با سایه بلند ریجکت میشه و حجمم بالاتر از متوسط بازاره، یعنی خریدار اینجا وجود داره. قدرتم میدونی دست خریداره. پس اینجا شما میتونی یه معامله برنده بای داشته باشی که در کلیپای آموزشی قبلی هم من گذاشتم، این پوزیشن رو گرفتیم. حالا ادامه میدم، میگم تا اینجا قدرت دست خریدار بود،
ولی وقتی بار دوم این سوینگ پوینت، این نقطه خرید که باعث میشه برسه قیمت به مقاومت، آیا تونست این مقاومت قبلی رو بشکنه؟ نگاه، تحلیل باید به این شکل باشه ها. میگم آیا این نقطه خرید که این نوسان رو شامل شد آیا تونست اینجا رو بشکنه؟ میگیم نه، دوباره ریجکت میشه با قدرت. پس میگیم برای بار دوم الان دیگه قدرت از دست خریدار خارج شده، قدرت نداشت که بخواد اینجا رو بشکنه. با سایه بلند، حجم بالای فروشنده بالاتر از متوسط بازار، چی شد؟ کندل با سایه بلند پایین، بدنش پایین بسته شده. خب حالا ادامه میدیم، میبینیم که قدرت فروشنده هی داره بیشتر میشه. شما با حواست دیگه جمع کنی، الان دیگه قدرت دست خریدار نیستا، مثل این نوسان دیگه ممکنه شاهدش نباشیم. ما ادامه میدم، دیدید؟ خب وقتی نتونه یه سوینگ این سقفو بشکنه، پس این سوینگ یک سوینگ ضعیفیه، این نوسان ضعیف شده، احتمال شکستن اینجا این حمایت توسط یه سوینگ اینجوری وجود داره. حواستون باشه که اصطلاحاً هم میگن سوینگ های، یعنی سوینگ بالا. خب من ادامه میدم، میخوام برسم به منطقی که این حمایت شکسته شده، یادمون نره. خب یه نکته میگیم، فرض میکنیم یه نفر میاد میگه این نوسان صعودیه اینجا اصلاحه، پس من اینجا وارد بازار میشم. میگم اشتباه نکنی، یا قدرت فروشنده اینجا زیاد شده ها، این قدرت خریدار به نتیجه رسیدیم دیگه قبلش کم شده. میبینیم که نگاه، این سوینگی که باعث این نوسان شد حتی به این سقف هم نرسید. پس گرفتن پوزیشن بای اشتباهه، گرفتن پوزیشن سلم تو این ناحیه اشتباهه. خب میبینیم هنوز به حتی سقف این ناحیه هم نمیرسه. من ادامه میدم. خب هر دفعه هم که نزدیک باز این سقف میشه، فروشنده ها با یک کندل ریجکتش میکنن. خب شما چه برداشت میکنی؟ خب شما من بگو چه برداشت میکنی؟ بله، این خریدی که اینجا شده، اولی که گفتیم قدرت خریدار زیاد بود، الان دیگه قدرت خریدار زیاد نیست. این بهش میگن پرایس اکشن RTM. حالا ادامه میدم. خب من انتظار دارم که بیاد این قسمت شکسته بشه یا این قسمت تاچ بشه. ببینیم خب بازار ادامه میدم. یه نگه دارم، حواسمونم باشه دوستانا، ما کندل رو در منطقه های کلیدی بررسی میکنیم، خیلی برامون مهمه ها. این کندل های کلیدی هست که باعث میشه ما چه تصمیمی بگیریم ها. خب به این کندل های قوی که نزدیک تایم باز شدن جلسه نیویورک خیلی توجه نکنید. نگاه حجم خیلی زیادی ساعت 4 بعد از ظهر چهارشنبه وارد بازار شده. خب این به خاطر کیلزون نیویورک. حرکت های فیک داریم. حالا باز دوباره تصمیم، نگاه هر وقت وارد این ناحیه میشه دوباره چی میشه؟ ریجکت میشه، هی داره قدرت خریدار کم میشه. ادامه میدم. خب حالا اینجا رو شما دقت کنید، کندل کلیدی که وارد منطقه حمایتی میشه، نگه میدارم. میگم کندل قرمز که با بدنه قوی بسته شد، حجم بالا در ناحیه حمایتی، نوید شکسته شدن این ناحیه حمایتی به ما میده. و کندل سبز بعدش، اگر درست کندل اینگالفینگه،
اینگالف یا اینو پوشش داده، اما حجمش نگاه کنین از حجم قبلی چیه؟ کمتره. این یک نشونه‌ایه برای شکست. اگر این کندل پوششی بخواد ما رو صعودی بکنه، حجمش هم باید چی باشه؟ زیاد باشه. خب حالا یه نکته اساسی میخوام همینجا بهتون بگم. یه نکته اساسی، پرایس اکشن RTM یه تناسبی بین حرکت قیمت داره و حجم که اصطلاحاً بهش میگه واگرایی، همگرایی یا هارمونی بین حجم و قیمت. یعنی چه؟ میگه اگر قیمت ما صعودیه، نگاه این قسمت صعودی، پس چرا داره حجم کم میشه؟ اگر صعودیه پس چرا مدام داره 15 دقیقه به 15 دقیقه نگاه یه شیب نزولی داریم؟ میبینید من میکشم، آها، خب چرا هی 15 دقیقه داره حجم کم میشه با اینکه قیمت صعودیه؟ یعنی چه؟ یعنی قدرت خریدار کم شد، فروشنده وارد عمل میشه. میبینیم که کندل قوی قرمز داره شکل میگیره. خب قدرت فروشنده زیاد، ببینیم واکنشش به چه شکله. خب یه نکته میبینیم که اومد ناحیه حمایتی رو شکست، اما سایش بلنده، هنوز این منطقه رو کامل چیکار شما بگین کامل نشکونده. حالا ادامه میدم. خب احتمالاً یکم نوسان و بازی و زدن حد ضرر اینجا داریم، یعنی کسایی که اینجا شورت میگیرن حد ضرر میذارن اینجا، با این سایه حد ضررشون زده میشه. همیشه شما با اولین شکست ها وارد معامله نمیشی، صبر میدی تا زون تست بشه، تا برگرده دوباره اینجا چی بکنه؟ تستش کنه، ببینیم آیا اینجا یهو برگشت داخل. خب منطقه نامعتبر میشه، باید این تسته رو ببینیم. من باشم اینجا سل میگیرم دیگه، چون یه تست با سایه بلند ریجکت شده. ادامه میدیم. بله میبینیم که دیگه با قدرت شکست نمیشه. شما اگر یه معامله‌گر تهاجمی باشی اینجا وارد معامله میشی، اگر یه معامله‌گر ریسک گریز باشی اینجا وارد معامله میشی. شورت حد ضرر کجا بذارم؟ حد ضررم کسایی که بخوان خیلی ریسک نکنن بالای کندل قبلی، اونایی که میخوان ریسک زیادتری داشته باشن و میگن ممکنه سایه زده بشه یکم بالاتر بذارین، که خیلی ها این قسمت میذارن. من خودم میذارم که یکمی اینجاها بازی کنه، بالاتر از این ناحیه قرار میدم. حد سودم رو کجا بذارم؟ ناحیه حمایتی پایین تر، ببینم ریسک به ریوارد چند به من میده. خب یه ریسک به ریوارد معقول به ما میده، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. میگم که میتونین با اینجا یه ریسکی داشته باشین، با حد ضرر بالای سر کندل قبلی. خب حالا ادامه میدیم ببینیم به چه شکل میشه. یه لحظه من ادامه بدم. همیشه هست صبور باشین، بذارین این قسمت ها که میرسه شما بیاین ریسک فری کنین یا حد ضررتون رو هی بیارین باهاش پایین تر و بذارین تیپی تاچ بشه. این که تیپی تاچ میشه دیگه، اینجا به فول تیپی رسیدیم. خب این یه معامله بود از سبک پرایس اکشن RTM